این داستان یک پدر ظالم است که دختران دوقلوی خود را فقط برای اینکه پسر می‌خواست زنده به گور کرد و وقتی همسر خود را به زنجیر کشید چنان سرنوشتی گریبانگیرش شد که تمام روستا شروع به توبه کردند. با شنیدن این عاقبت یقینا روح شما نیز به لرزه در خواهد آمد. آسمان را ابرها پوشانده بودند. در آن لحظه باران سیلاسایی می‌بارید. در هر سو طوفان در جریان بود. گویی باران می‌خواست همه چیز را با خود بشوید و ببرد. در چنین وضعیتی زنی که 2 نوزاد در آغوش داشت همراه آنها با سرعت در حال فرار بود. او پا برهنه راه می‌رفت. جاده خاکی روستا منطقه‌ای سوت و کور بود. یعنی در آن لحظه همه جا را ویرانی و تنهایی فرا گرفته بود. زیرا به دلیل باران شدید مردم در خانه‌های خود بودند. او تند راه می‌رفت و در هر 2 دستش دختران کوچکش را که تنها چند روز از تولدشان می‌گذشت گرفته بود. سیل اشک از چشمانش روان بود و او مدام راه می‌رفت. انگار که جان خود و جان دخترانش را از خطر بزرگی نجات می‌داد. اشک‌های او با قطرات باران آمیخته شده بود. پاهایش در گلولای زمین فرو می‌رفت. اما او نمی ایستاد. گاهی به پشت سر نگاه می‌کرد و سپس تندتر راه می‌رفت. در چهره‌اش خطوط ترس به وضوح دیده می‌شد. او در حال رفتن نمی‌دانست به کجا رسیده است. قدم‌ها بی‌صبرانه می‌دویدند و درون قلبش ضربان ترس تندتر و تندتر می‌شد. جلوتر جنگلی انبوه شروع می‌شد و ناگهان چشمش به یک کلبه مخروبه افتاد. دلش گفت شاید اینجا پناهگاه من است. او با قدم‌های لرزان به جلو رفت. قطرات باران بدنش را می‌آزرد. وقتی ضربه آرامی به در زد، دید که در نیمه باز است. با ترس و لرز وارد شد و با دیدن وضعیت کلبه چشمانش پر از اشک شد. از سقف باران می‌چکید. دیوارها فرسوده بودند و سکوتی بر فضا حاکم بود. انگار سالهاست کسی اینجا زندگی نکرده است. او خسته و درمانده در گوشه‌ای نشست. همت کرد و مقداری هیزم که آنجا افتاده بود را جمع کرد و با انگشتان لرزان خیس سعی کرد آتش روشن کند. پس از مدتی کوتاه جرقه کوچکی شعله‌ور شد و شعله آتش روشن گشت. او هر 2 دختر کوچک را به سینه چسباند و کنار این آتش نشست. دستان کوچک بچه‌ها صورت او را لمس می‌کرد و اشک‌های مادر مانند مروارید فرو می‌ریخت. سرمای باران و غم زندگی با هم ترکیب شده و وجودش را می‌لرزاندند. او در دلش بارها الله را صدا می‌زد. یا الله کمکم کن، از دخترانم محافظت کن. هنوز در میان دعاها غرق بود که ناگهان در با صدای ناهنجاری باز شد. او از ترس بچه‌ها را به سینه خود محکم‌تر چسباند. در آستانه در پیرزنی که عصای خمیده‌ای به دست داشت وارد شد. در چهرهش چروک بود اما در چشمانش آرامش و شیرینی مادرانه وجود داشت. پیرزن او را دید و با لحنی نرم گفت دخترم نترس، این خانه من است. هینا با لحنی لرزان پاسخ داد اما مادر چند روز به من پناه بده. بیرون طوفان است و من نمیتوانم دخترانم را بردارم و جایی بروم. پیرزن نزدیک او نشست، دستش را روی شانه‌اش گذاشت و به آرامی گفت دخترم این در و دیوار فقیرانه است اما امن است. تو می توانی چند روز اینجا با آرامش بمانی. اما یک چیز بگو، تو کیستی؟
و چرا در این باران و طوفان نوزادانت را برداشته و بیرون آمده ای؟ با شنیدن اینها چشمان فاطمه پر از اشک شد. صدایش لرزید و با لحنی نمناک گفت: اما داستان من بسیار دردناک است، اما برای سبک کردن بار دل همه چیز را به شما میگویم. او برای لحظه‌ای مکث کرد، انگار دیوارهای قلبش فرو ریخته باشد. سپس آرام آرام شروع به صحبت کرد. من دختری یتیم بودم، نه پناه مادری داشتم و نه سایه پدری. ازدواج من در میان اقوام دور صورت گرفت. شوهرم فضل مردی سختگیر و بیرحم بود. مادر شوهرم هم همانقدر سنگ دل از آب درآمد. تنها چند ماه از ازدواج گذشته بود که فضل آماده سفر به خارج شد. آن زمان من باردار بودم. در دل فکر کردم که او با شنیدن این خبر خوشحال می شود و از من حمایت می کند. اما حرفهای او دلم را شکست. لبهای فاطمه لرزید و با صدای لرزان ادامه داد. وقتی او به خارج می رفت آغوشم خالی بود، اما در دلم چراغهای امید روشن بود. اما بعد از رفتن او زندگیم به یک زندان تبدیل شد. مادر شوهرم شب و روز به من طعنه می‌زد و میگفت فقط باید پسر به دنیا بیاوری. ما نوه پسری می‌خواهیم. حرفهای آنها قلبم را می‌شکافت. من هر روز می‌ترسیدم که اگر دختر شد چه می‌شود. یک روز همت کردم و با فضل صحبت کردم که دخترها هم رحمت الله هستند، اما او انگار وجودم را به آتش کشید. او گفت اگر پسر شد که هیچ، وگرنه اگر دختر شد یاد داشته باش که من آنها را زنده در زمین دفن خواهم کرد. من هیچ رابطه‌ای با آنها نخواهم داشت. با شنیدن این کلمات روحم لرزید، اما چنان شد که انگار نفسم در سینه‌ام حبس شد. از آن لحظه به بعد دلم هر وقت غرق در ترس بود. من شبها بیدار می‌ماندم و گریه می‌کردم و در هر سجده از الله دعا می‌خواستم: یا الله به من پسر عطا کن تا بچه‌هایم از دست‌های ظالم دنیا نجات یابند. فاطمه با صدایی لرزان داستانش را ادامه داد. اما وقتی وقتش رسید الله به من 2 دختر دوقلو عطا کرد. با دیدن پریهای کوچک دلم از شادی پر شد، اما لبخند چهره‌ام در سایه ترس پنهان گشت. حالم بد بود. در چشمانم فقط ترس بود و ترس. به محض اینکه مادر شوهرم خبردار شد، فوراً به شوهرم فضل زنگ زد. در زبانش زهر بود. او گفت فضل فوراً برگرد. سنت دختر زایده است. اینها برای ما بار دوش هستند. فردا مایه مصیبت خانمان می شوند. اما در آن لحظه دلم انگار پاره شد. فکر کردم شاید شوهرم دخترانم را قبول کند و پناه من شود. اما او هم با بیرحمی گفت من تا 5 روز دیگر می آیم. کارهای ویزا تمام شده است. تو نگران نباش. من می آیم و همه چیز را درست می کنم. این کلمات برای من کمتر از شمشیر نبودند. من مدام گریه می کردم. رب را صدا می زدم. دست و پای مادر شوهرم را گرفتم و التماس کردم که به من و این غنچه های معصوم رحم کن. اما در چشمان او انگار خون نشسته بود. او هر لحظه در ترس تمام کردن کار دخترانم بود. سپس آن روزی رسید که فضل قرار بود از دبی برگردد. روز بعد پروازش بود و آن روز اما در آسمان باران طوفانی میبارید. همه جا تاریکی و سکوت پخش بود. مادر شوهرم در اتاقش خوابیده بود و به دلیل شدت سرما در پتوی زخیمی پیچیده بود. من نخواستم فرصت را از دست بدهم.
نام الله را بر زبان آوردم و هر دو دخترم را به سینه چسباندم و از در خارج شدم. اما من دویدم. راههای پر از گلولای پاهایم را زخمی می کردند. اما من نایستادم. در دلم فقط یک فکر بود که مبادا آن دستهای ظالم به گلهای کوچک من برسد. اینگونه من از روستایم بسیار دور شدم. باران اشکهای مرا مخفی می کرد و ترسم مرا به دویدن وامی داشت. وقتی در میان راه دیگر نایی نداشتم، کلبه شما به چشمم خورد و به درگاه شما رسیدم. با گفتن اینها بغض فاطمه شکست. او دخترانش را به سینه چسباند و زار زار گریه کرد. قطرات اشکش بر گونه های بچه ها می چکید و سکوت کلبه از حقحق های او پر شد. پیرزن با دیدن اشکای فاطمه دستش را روی شانه او گذاشت و با لحنی نرم گفت: دخترم، نگران نباش. تو و دخترانت دیگر تنها نیستید. چند روز همینجا بمان. باران است و بیرون رفتن غیر ممکن است. اما یاد داشته باش این کلبه امن نیست. آدمهای ظالم اگر بخواهند می توانند تا اینجا هم برسند. به محض اینکه هوا باز شود برای تو یک جای امن دست و پا می کنم. فاطمه اشکهایش را پاک کرد. دلش کمی تسلی یافت، اما زنجیرهای ترس هنوز او را در بند داشتند. او شبها بچه ها را به سینه چسبانده و بیدار می ماند و هر لحظه از الله دعا می کرد: یا الله، دخترانم را از دست ظالمان نجات بده. آن سو در طرف دیگر در چشمان فضل آتش خشم می سوخت. غرور و کبر او فریاد می زد. او در حیاط خانه قدم می زد و سر مادرش فریاد می کشید: این زن آبروی مرا به خاک مالید. چطور جرأت کرد برخلاف حرف من عمل کند؟ من گفته بودم که دخترها برای من حکم مرگ را دارند. حالا که او بچه های زنده را برداشته و فرار کرده، یاد داشته باش که هم آنها و هم او را زنده در زمین دفن خواهم کرد. از لبهایش زهر می چکید. مادرش او را تحریک می کرد. بله پسرم، این زن نمونه ما را خواهد برید. او را پیدا کن و چنان درسی به او بده که هیچ زنی دیگر جرأت چنین کاری را نکند. لبخندی شیطانی بر چهره فضل نقش بست. مشتش را گره کرد و گفت: من می‌دانم که او به محض دیدن من داد و فریاد به راه می‌اندازد. بنابراین حالا باید نقشه‌ای بکشم که مستقیما به هدف بخورد. نقشه‌ای که نه بتواند بچه‌هایش را نجات دهد و نه خودش را. سفیدی چشمانش در تاریکی مانند آتشی افروخته می درخشید. چند روز بعد به فضل خبر رسید. کسی گفت که فاطمه آخرین بار در فلان منطقه دیده شده است. با شنیدن این موجی از شادی در دلش دوید. او سرش را پایین انداخت و لبخند زد. لبخندش شیطانی بود. با خود گفت: حالا بازی رو به اتمام است. آنسو چند روز از آمدن فاطمه به کلبه گذشته بود. صدای باران کمی آرام شده بود، اما طوفان دل او کم نمی شد. او هر لحظه هراسان بود. هر دو دخترش را به سینه می فشرد. گاهی دستهای کوچکشان را می بوسید، گاهی چشمانش را می بست و پیشگاه الله زاری می کرد. مولای من، اینها امانت تو هستند. اینها را در پناه خود نگه دار و از ظالمان حفظ کن. در تاریکی کلبه دعاهای او می پیچید و بیرون زمان با سرعت می گذشت. چیزی در حال رخ دادن بود که قرار بود همه چیز را تغییر دهد.
وقت شب بود. ابرها هنوز در آسمان بودند و صدای تک تک باران ملایم شنیده میشد. وزش باد سرد با دیوارهای ضعیف کلبه برخورد کرده و به داخل می آمد. داخل کلبه سکوتی عمیق حاکم بود. فقط نور ضعیف آتش هیزم روشن و خاموش می شد. پیرزن در گوشه‌ای نشسته بود. چشمانش مدام به فاطمه دوخته شده بود که در خوابی عمیق فرو رفته بود. در کنارش هر دو دختر کوچکش نیز بیخبر خوابیده بودند. روی پیشانی فاطمه دانه‌های ریز عرق بود. گویی درون جسم بیهوش او ترسی ناشناخته تکان می‌خورد. ناگهان سکوت شب با صدای پای کسی شکست. پیرزن جا خورد. گوشهایش تیز شد. او به آرامی بلند شد و در را باز کرد. فضل مقابلش ایستاده بود. بر چهرش لبخندی شیطانی نقش بسته بود. در چشمانش وحشیگری دیده میشد. انگار که پیروزی خود را اعلام کرده باشد. دستان پیرزن می لرزید. او به فضل نگاه کرد. پیرزن با تردید پولها را در دست فضل گذاشت. لبهایش می لرزید و با صدای آرام گفت: تو همینجا بمان، من می آورم. او برگشت و به داخل کلبه رفت و با قلبی تپنده بچه ها را بلند کرد. قنچه های کوچک وقتی از آغوش مادر جدا شدند کمی تکان خورده و ناله کردند، اما در عمق خواب دوباره خاموش شدند. پیرزن آن بچه ها را در دستان فضل گذاشت. لبخند فضل ترسناکتر شد. او نفس عمیقی کشید. گویی کینه سالیانش در حال خالی شدن است. سپس چرخید و در تاریکی ناپدید شد. پیرزن پولها را محکم در مشت گره کرد. در چشمانش نه شرمندگی بود و نه پشیمانی. برای آخرین بار به داخل کلبه نگاه کرد، جایی که فاطمه بیخبر خوابیده بود. قرص‌های خواباوری که در چای مخلوط شده بود او را چنان در خواب عمیقی فرو برده بود که طوفان هم نمی‌توانست او را بیدار کند. او ذره‌ای خبر نداشت که آغوشش خالی شده و با ارزشترین دارایی رویاهایش از او ربوده شده است. پیرزن آخرین بار آه سردی کشید و کلبه را ترک کرد. گویی این کلبه هرگز جایگاه او نبوده است. در شب تاریک صدای باد و باران بیشتر شد و خواب بیخبر فاطمه از آن قیامتی که صبح فردا بر سرش می آمد غافل ماند. به محض اینکه خورشید صبح طلوع کرد، فضل با لبخندی زشت بر چهره هر دو دختر کوچک را در آغوش گرفته و به سمت قبرستان می رفت. مادرش هم همراه او بود. در دلهای هر دو ذره‌ای رحم نبود. گویی هیچ دانشی از ترس الله نداشتند. دختران کوچک از گرسنگی زجه می زدند. لبهای معصومشان خشک شده بود، اما مادر و پسر به ناله های آنها بی توجه بودند. وقتی به فضای متروکه قبرستان رسیدند، بچه ها را یک طرف گذاشتند. سپس هر دو با بیرحمی شروع به کندن زمین کردند. برای یک لحظه هم دستانشان نایستاد و نه در چشمانشان اشکی آمد. وقتی گودال آماده شد، هر دو نگاهی به آن غنچه های معصوم انداختند. آنها دستهای کوچکشان را بلند کرده بودند، گویی گدایی زندگی می کردند. اما دلهای بیرحم از سنگ هم سخت تر شده بود. لحظه بعد آن مادر و پسر ظالم آن بچه ها را در آن گودال تاریک انداخته
و شروع به ریختن خاک کردند. ناله های غنچه های کوچک زیر خاک دفن شد. زمین آنها را بلعید. سپس آن دو چنان از آنجا رفتند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. بر چهره هایشان لبخند رضایت بود. گویی کار بزرگی انجام دادند. اما آنچه فراموش کرده بودند این بود که ذاتی وجود دارد که همه چیز را می‌بیند. از علم او هیچ چیز پنهان نمی‌ماند. آن ذات خاموش است اما نابینا نیست. آن سو در کلبه صبح به ظهر رسیده بود. فاطمه هنوز در بیهوشی خواب افتاده بود. اثر قرص ها بود. چشم باز نمی‌شد. سرانجام وقتی خورشید در آسمان بلند شد، او آرام آرام چشمانش را باز کرد. سرش سنگین بود و قدمهایش می‌لرزید. او به سختی به خود تکیه داد و بلند شد. به محض اینکه نگاهش به پهلویش افتاد، هوش از سرش پرید. بچه‌هایش آنجا نبودند. ناگهان قلبش به تپش افتاد. گوشه به گوشه کلبه را نگاه کرد، اما آنجا آن پیرزن هم حضور نداشت. نفسهای فاطمه تند شد. در دلش گفت شاید اما بچه ها را برداشته و بیرون نشسته است. او با قدمهای لرزان بیرون رفت. آسمان صاف بود و باران بند آمده بود. اما بیرون هم کسی نبود. نه آن پیرزن و نه غنچه های کوچکش. از لبهای فاطمه بی اختیار جیغ‌هایی خارج شد. او در راه‌های صوت و کور جنگل صدا می‌زد. اما دخترانم کجا هستند؟ کسی دخترانم را به من برگرداند. اما در جواب فقط صدای سوت بادها بود. فاطمه مثل دیوانه ها گریه کنان دوباره به سمت روستای خود دوید. در دلش فقط یک فکر بود. اینها همه کار فضل است. بله، همان دخترانم را برده است. حالا در چشمانش آتش بود. بر لبهایش سؤال و در دلش ترس که آخر چه بلایی سر دخترانش آمده است. وقتی فاطمه به در خانه اش در روستا رسید، همه با دیدن وضعیت او مات و مبهوت ماندند. موها پریشان، لباسها آلوده به باران و گل، در چشمانش وحشت و قدمهایش لرزان. مردم روستا به یکدیگر نگاه کردند. کسی جمله‌ای طعنه آمیز پرتاب کرد. این که میگفتند با معشوقش فرار کرده است. کسی با نفرت رو برگرداند. ای وای، سزای چنین زنانی همین است. نگاه‌های روستا با نفرت و توهین بر او خیره شده بود. از چشمان فاطمه اشک می‌ریخت. اما او به جای توجه به همه شروع به کوبیدن در کرد. در با صدا باز شد. فضل مقابلش ایستاده بود. بر چهرهش حیرت ساختگی و معصومیت دروغین بود. او گفت کجا رفته بودی تو؟ اما فاطمه همه چیز را فهمیده بود. او در دیوانگی یقه او را گرفت و فریاد زد فضل بگو دخترانم کجا هستند؟ آنها را کجا بردی؟ بر چهره فضل لبخندی پیروزمندانه نشست. لحظه بعد سیلی محکمی از دست او بر صورت فاطمه نشست. فاطمه تلو تلو خورد و روی زمین افتاد. آن درنده وحشی او را روی زمین کشید و به داخل برد. زنجیرهای سرد اتاق را به دست و پایش بست. اتاق تاریک بود و از دیوارها رطوبت می چکید. جیغ‌های فاطمه در خانه سوت و کور می پیچید. فضل مقابل او ایستاد. این جرأت تو چطور بود؟ آیا سعی کردی برخلاف میل من بچه ها را نجات دهی؟ بشنو، دخترانت اکنون زیر قبر زنده هستند. بله، من خودم با دستان خودم خاک ریختم و نفسهاشان را بستم. گفته بودم پسر میخواهم و تو نافرمانی کردی و دختر به دنیا آوردی. با شنیدن این فاطمه احساس کرد جان از بدنش خارج می شود.
دلش لرزید، روحش انگار تکه تکه شد. مقابل چشمانش وجودهای کوچکش را دید که زیر خاک ناله می کردند و زیر بار این صدمه همانجا بیهوش شد. اما بر فضل ظالم و مادرش هیچ اثری نداشت. در دلهایشان ذره‌ای نرمی نیامد و نه ترس از الله. آنها مثل فاتحان می‌خندیدند، گویی قله بزرگی را فتح کردند. فاطمه که در زنجیرهای اسارت بسته شده بود، هر لحظه در حال فروپاشی بود. گاهی گریه می‌کرد، گاهی جیغ می‌زد، گاهی زنجیرها را می‌کشید و بعد با ناامیدی فقط سجده می‌زد. دخترانم، یا الله، دخترانم کجا هستند؟ ذهنش انگار توازن خود را از دست داده بود. هر لحظه در گوشهایش صدای دخترانش میپیچید. او بارها روی زمین میافتاد و صدا میزد، اما به دل مادر و پسر ظالم ذره‌ای رحم نمیآمد. سپس آن شب رسید. در تاریکی شب باران طوفانی میبارید. رعد، غرش و درخشش برق تمام روستا را میلرزاند. فضل و مادرش با بیخیالی در حیاط خوابیده بودند، اما آنها نمیدانستند که تصمیم قدرت الهی در حال فرود آمدن است. وقتی خورشید صبح طلوع کرد، مردم روستا با یک بوی عجیب و غیرقابل تحمل تکان خوردند. مردم با حیرت به هم نگاه کردند. این چه بویی است؟ از کجا می آید؟ با دنبال کردن رد بو، آنها به خانه فضل رسیدند. به محض اینکه در باز شد، مو بر اندام همه راست شد. در حیاط منظره‌ای هولناک منتظر آنها بود. جنازه های فضل و مادرش افتاده بود، اما با دیدن این جنازه ها شناساییشان سخت بود. روی بدنهایشان کرم، مار و عقرب میخزیدند. گوشت بدنشان از جاهای مختلف کنده شده بود. چشمها باز مانده بود، با نگاهی چنان حیرت زده که انگار در لحظه مرگ عذابی سهمگین را با چشمان خود میدیدند. اهل روستا وحشت کردند. برخی افراد همانجا از حال رفتند. بر زبان همه فقط یک جمله بود: یا الله، این چه اتفاقی است؟ اینها که پیش همه خود را نیکوکار و عبادتگزار نشان میدادند، پس چرا چنین عذاب بزرگی بر آنها نازل شد؟ قدم‌های مردم به سمت اتاق داخلی رفت. آنجا منظره دیگری بود که دلها را می‌لرزاند. در تاریکی اتاق فاطمه زنجیر شده نشسته بود. موها پریشان، در چشمان وحشت، چهره خیس از اشک. او به آرامی حق حق می‌کرد. گاهی زنجیرها را به صدا در می‌آورد. روستاییان در سکوت فرو رفتند. این فاطمه است؟ او اینجا زندانی بود؟ برخی جوانان جلو رفته و زنجیرهایش را باز کردند. با باز شدن زنجیرها فاطمه زار زار شروع به گریه کرد. صدای او در تمام خانه پیچید: دخترانم، آنها دختران مرا زیر خاک دفن کردند. آن فضل ظالم و مادرش بودند. الله بر آنها همان عذابی را نازل کرد که لایق ظلمشان بود. با شنیدن این موجی از ترس در میان جمعیت دوید. دلهای همه لرزید. اکنون برای هیچ کس شکی باقی نماند که چرا فضل و مادرش به چنین مرگ عبرت‌آمیزی دچار شدند. بر زبان مردم یک جمله بود: این فقط عذاب دنیا بود، معلوم نیست در آخرت با آنها چه خواهد شد. با سختی زیاد مردم روستا گودالی کنده و آن دو ظالم را دفن کردند. اما نه به آنها غسل داده شد، نه کفن و نه جنازه، نماز نیت. همه گفتند اینها اصلاً لایق این نبودند که آرامش قبر به آنها داده شود. آن سو حال فاطمه روز به روز بدتر شد. آن خانه برای او به یک زندان تبدیل شده بود.
او هر لحظه به یاد دخترانش بود. او می‌دانست دخترانش کجا دفن شده اند، اما کاری از دستش بر نمی آمد. آرام آرام توازن ذهنیش هم به هم خورد. حالا او در کوچه های روستا مثل دیوانه ها می گشت. گاهی جلوی بچه ای را می گرفت و می گفت: پسرم، آیا تو دختران مرا دیده ای؟ به من بگو آنها کجا هستند؟ مردم با دیدن حال او گریه می کردند. کسی از سر دلسوزی به او غذا می داد و کسی فقط سرش را پایین می انداخت. زندگی فاطمه همینطور با تپش، حق حق و دربدری گذشت. سرانجام یک روز او هم از این دنیا رفت. اما داستان فاطمه از بین نرفت. امروز هم وقتی در روستا مادری برای دخترش اشک می‌ریزد، مردم میگویند فاطمه را یاد کنید. قربانی شدن دخترانش را یاد کنید. اما داستان همینجا تمام نشد. آن پیرزن که به خاطر طمع چند سکه به فاطمه خیانت کرده بود و دختران کوچکش را به فضل سپرده بود، عاقبت او هم کمتر ترسناک نبود. مدتی بعد در روستای دیگر ناگهان این خبر پخش شد که آن زن به مرگی هولناک و دردناک مرده است. هر کسی جنازه او را دید وحشت کرد. هیچ کس نمی‌فهمید که چرا آخر چنین بلایی سر او آمده است. این گونه داستان فاطمه فقط غم یک زن باقی نماند، بلکه برای هر دلی به یک درس تبدیل شد که خون معصومان هرگز بیهوش پایمال نمی شود. اگر داستان را پسندیدید، برای داستان بعدی حتما کانال را سابسکرایب کنید.